تاجیکستان سرزمین آفتابی است. شعاع خورشید از همه پیشتر برود و دریاها، کول و بحرها، چشمه و شرشره ها نور پاشی می کند. زیرا آبهای صاف و زلال این کشور بزرگ و بی آخر است. در احاطه آبهای نیلگون سیاحت خاطرمان خواهد بود. اسکندر کول یکی از کلهای زیبای کشور است که با مساحت و طرز جایگیرشویش ما را به خود جلب می کند. قصه هایش باشند از این هم جالب ترند. هفت کول در قسمت دیگری تاجیکستان موجود است. اینجا 7 کولی پی هم جایگیر شده که هر یک آبی رنگش گوناگون دارد، واقعا هم دقت جلب کنندند. راه به جانب آنها راهی پر از خاطرات رنگین طبیعت و موزه خواهد بود. قراکول در سرترین ناحیه تاجیکستان مرغاب جایگیر شده است. آن یکی از کلانترین کلهای تاجیکستان است. در تابستان با استفاده از بادی که کنار کل می‌وزد، دوستداران ورزش ریگت با میل زیاد به این نمود ورزش مشغول می‌شوند. در تاجیکستان 200 چشمه آبی معدنی شفابخش موجود است که از آن 71 تاش دارای آب گرم و 43 تاش دارای آب خنک می باشند. چشمه های گرم آبهای شفابخش معدنی بوده طبیعتاً از قعر زمین فواره زده جاری می شوند. در اطراف هر یکی از این چشمه های گرم آسایشگاه ها بنیاد شده است. اگر آسایشگاه گرم چشمه برای بیماری های پوست شفابخش باشد، آسایشگاه اوج برای بیماری چشم و آسایشگاه های شاهنبری و بیبی فاطمه زهرا آبی گرم و زیاد آسایشگاه های دیگر برای صدها درد و بیماری شرایط ها را فراهم دارند تا طبابت گیرندگان در طبیعت زیبا استراحت و هم طبابت گیرند. هر یک مهمانی به این کشور آمده اولا در مهمانخانه های 5 ستاره داری جوابگو به استانداردهای جهانی داشته پایتخت کشور شهر دوشنبه استراحت کرده می توانند. بعداً به هر گوشه این کشور که سفر نمایند در هر منطقه آن مهمانخانه های خیلی زیبا برای استراحت و فراغت بنیاد شدند. خود تماشای یک منظره کوهساران تاجیکستان استراحت خوب و خاطرمان را فراهم کرده می تواند. کوه‌ها در تاجیکستان 93% حدود را احاطه کردند. سیاحت کوهنوردی از همه سیاحت معمول و مشهور در تاجیکستان است. سیاح از یک کوه به کوه دیگر سفر نموده قله‌های بلندترین را فتح کرده می تواند. کوهنوردان زیادی برای فتح قله اسماعیل سامانی با بلندی 7495 متر به تاجیکستان می آیند. از تماشای بهترین موضع ها و طبیعت دلفریب این کشور در حیرت می مانند. قسمتی از همه بالای کوه‌ها در تمام فصل برف پوش است. حتی فصل گرمای تابستان برف‌های سفید شانه‌های کوه را مشاهده می‌نماییم. و اگر در بلندی کوه‌ها قرار گیریم آنجا همان سردی زمستان حکمران است. در فصل‌های بهار و تابستان و تیر ماه سیر کوه و تماشای منظره‌های آن بی‌مثل است. زیباترین طبیعت در این بلندی‌ها نهان است. پیریخ فیتچنکا در تاجیکستان پیریخ‌های زیاد موجود است که سرچشمه آب‌های روان کشور است. همه ساله تعداد زیادی سیاحان به خاطر دیدن یکی از پیریخ‌های کلانترین آسیای میانه فیتچنکا واقع در ناحیه ونج که درازی آن 77 کیلومتر، مساحتش 650 کیلومتر مربع، قفسیش 700,000 متر بوده، پهناییش تا به 35 متر مربع میرسد می آیند. پیریخ فیتچنکا نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جهان کلانترین پیریخ وادگی و کوهی به شمار رفته در کتاب رکوردهای زمین داخل شده است.
برای دوستداران موضع‌های تاریخی در تاجیکستان بسیار قلعه و کشک‌ها و یادگاری‌های بی‌نظیر باقی مانده است که عصر به عصر بیننده را راهنمایی می‌کند. شهر سرازم یکی از موضع‌های قدیم‌ترین نقطه‌های اهالی‌نشین و دلیل‌های رشد پیشرفت شهرسازی در آسیای مرکزی میباشد که سال 2010 در رویخط یادگاری‌های تاریخی جهانی یونسکو به قید گرفته شد. سیاحت در موضع تاریخی کس را به روزگار گذشتگان تاجیکان هنوز 5500 سال مقدم آشنا می‌سازد. قلعه حصار با تاریخ 3000 سالش برای هر یک سیاح جالب است، از شغل مردم تا زندگی بیکیگری ها. قلعه هولبو از عصر نو تا 11 ارض هستی داشته در خود هزاران راز و قصه و داستان دارد. به مانند این قلعه ها صدها قلعه های دیگر در تاجیکستان موجود است که هر یکی در زمان خود روزگاری خاصه داشتند. پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوچ در بلندی 2200 متر از سطح بحر در وادی دریای ارتوچ 72 کیلومتر دورتر از شهر پنجکند جایگیر شده است. در عین زمان خوابگاه هر سال از ماه می تا اکتبر گشاده است. در حدود آن یک چند خانه های استقامتی ساخته شدند. این مکان نقلیات خود را دارد و برای حمل و نقل سیاحان و کوهنوردان خدمت می رساند. اطراف پایگاه ارتوچ با منظره های زیبای کوهساران دقت کس را جلب می نماید. از ارتوچ کوهنوردان سیر کرده به اسکندر کل، کل کلان، علاءالدین و کل اعلا می روند. در موسم سیاحت در هر موضع تاجیکستان گوشه های علاهیده برای استراحت سیاحان آماده می گردد که شبانه روزی می توانند در منظره های زیبای کوهساران کنار رود و کل و دریاها فراغت نمایند. شهرک های مخصوص را بنیاد می کنند. در آنجا خیمه می زنند و این خیمه ها دارای شرایط های مساعد بوده یک لحظه استراحت در این شهرک ها طبیعی هر یک نفر را بالیده گردانیده. این گونه استراحت را سیاحان همه ساله انتظار می شوند. در تاجیکستان نمودهای گوناگون حیوانات نادر سکونت می کنند که بیشتری آنها به کتاب سرخ تاجیکستان داخل شدند. هر یک نفری به تاجیکستان آمده از سرگذشت ببر برفی یا زیبا پلنگ، همزمان گوسفند کوهی مرکاپالا، بز کوهی پرمشاخ و پرنده های نادر به وجد می آیند. سکونت آنها در کوههای بلندی کس ناگذر حسن دیگر دارد. نفرانی که سیاحت شکار را می‌پذیرند در تمام فصل سال به این کشور می‌آیند. آنها در برابر شکار حیوانات و پرنده هایی که از جانب دولت اجازت نامه داده می‌شوند همزمان در کوه و پشته های این کشور به سیر و گشت خوب و خاطرمان مشغول می‌شوند. سیاحت اگراری در تاجیکستان خیلی هم خوش می‌گذرد، زیرا ساحه کشاورزی بخش پیشرفته کشور است. اگر در موسم پخته رسیدن میوه و سبزیجات و زراعت‌های دیگر سیاحت را در باغ و زمین‌های کشاورزی گذرانیم، هر یک نفر بی‌واسطه در جمع‌آوری حاصل سهم گذاشته همزمان از چشیدن میوه‌های تر و تازه لذت می‌برد. تاجیکستان سرزمین میوه‌های شیرین و شهدبار است. طعم لذیذ میوه‌های تاجیکستان از آفتاب و باد و هوای موافق این سرزمین خورشیدی است. دوستداران این میوه‌ها بیرون از کشور خیلی زیادند. وقتی که فصل تیر ماه تمام میوه و سبزیجات پخته می‌رسد، در تاجیکستان ایام جشن مهرگان نیز فرا می‌رسد. مهرگان یعنی جشن دهقان. عید مهرگان یکی از جشن‌های قدیمی تاجیکان بوده تا به زمان ما رسیده است. از قدیم مهرگان عید دوستی و مهر و محبت مردم شرق است. از همان گذشته تا به امروز همگان به پیشواز مهرگان سیر و بزم‌ها می آرایند.
اگر مهمان تاجیکستان شوید حتما خوراک‌های ملی تاجیکی را با میل تام استعمال می‌نمایید. آش پلو در رویخط میراث غیر مادی یونسکو چون خوراک ملی تاجیکان وارد شده است. آن را در هر منطقه تاجیکستان با طرز خاص آماده می‌نمایند که یکی از دیگر لذیذتر است. اگر هنگام جشن زیبای نوروز در تاجیکستان قرار بگیرید با تمام رسم و عنعنه و هنرهای ملی تاجیکان از نزدیک آشنا می شوید. نوروز با تاریخ 6000 سالش سال 2010 به فهرست میراث فرهنگی یونسکو داخل شد. از این سال سر کرده بیشتری مردم دیگر دولت‌ها نوروز را جشن می‌گیرند. برای آشنا شدن با هنرهای گوناگون در هر منطقه تاجیکستان هنرمندان را وامی خوریم که یکی از دیگر جالبتر ایجاد میکند. سیاحت فرهنگی با تماشای هنرهای دستی خیلی هم خوش میگذرد. اطلس و ادرس متاع ملی تاجیکان است که بانوان آن را بیشتر در جشنها به بر میکنند. اطلس و ادرس را در دستگاه‌های برقی و همزمان با طرز دستی نیز آماده میکنند. نقش چکن نقش دلپسندی است که با زحمت زیاد دوخته شده اساساً زیبایی‌های تاجیکستان را انعکاس نموده رمزهای به خود خاص دارد. چکن به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو همچون هنر بی‌نظیر تاجیکان وارد شده است. هر یک مهمان با خواهش خود در ایجاد این هنرها سهم گذاشته می‌تواند. برای مهمانان هر گونه ارمغان‌های ملی آماده کرده می شود که هر یک نفر با خود این تحفه را همچون خاطره از تاجیکستان می برد. مجمع ورزشی و سیاحی سفید دره دارای امکانیت و شرایط‌های مساعد است برای فرا گرفتن به نمودهای گوناگون ورزش زمستانه. برای استراحت مهمانخانه‌های زمانوی در اینجا فعالیت کرده همزمان خوراک‌های لذیذ و بزم‌های خاطرمان نیز شما را انتظار است. وقتی به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه می آیید اینجا از تماشا و سیر دلپسند هر گوشه‌اش لذت دیگری برای خود خواهید گرفت. کاخ نوروز یکی از انشاءات بزرگ و بی‌نظیر و محتشم کشور است که در دوران صاحب استقلالی بنیاد گردیده است. در مجموع کاخ پرره همه دارایی و گنج، فرهنگ و تاریخ و گذشته پرغناوت ملت تاجیک را در بر می‌گیرد. نقش دستان هنرمندان اصیل تاجیک در کاخ نوروز نشانه عمیق هنرمندی این ملت را از گذشته دور در خود تجسم می‌نماید. سیر و سیاحت، راز و نیاز، اسرار ناگفته طبیعت، موضع‌های جالب و دیدنی از دوشنبه تا قلب کوهساران هزار قصه و داستان انتظار مشتاقان. تاجیکستان دردانه در سرزمین شرق.